عمر میفهمید یک پرستار که یک برنامه سرش گیریم 5 حسرت آخر زندگی رو جمع کرد با کسایی کار میکرد که قرب الموت بودن آخر زندگیشون بود ازشان مصاحبه میکرد چی حسرت بفهمید یک نفر هم نگفت که ای کاش پول زیاد جمع میکردم نه پول دارم نه غریبایی حسرت کس نداشت داخل آیم بخور که کاش پول زیاد جمع میکردم گشنگی موضوع ملت گشنگیش هست نمیتونه عادت کرده گشنگی رو زیاد دیر کرده که چشم ماسل نمیشه میفهمید کلشان حسرتشان بود 5 حسرت بود که ما باید زیاد مهربانی میکردیم قدری هم دیگر میفهمیدیم روابط خوب می‌داشتیم اینا حسرت ها بود نگفته بود موتر زیاد می‌داشتیم نگفته بود بلند منزل زیاد می‌داشتیم هیچ کس نگفته بود و تو هم نمیگی عزیز دل من تو هم نمیگی وقتی در جای تفیده باشی و دیدی کل پول جمع کردی یکی کل دیره برای اولادایی که اولادای کار تقسیم تو نیست فرض مثال دقیقه تا از کار بزرگ چی کردی کار بزرگ تو در میدان حشر تو پر افتخار ایستاده باشی و 100 نفر دکتر و انجینیر هم اونجا با اخلاق بگه در سر از این آدم نمیشه که تو بزرگی کنی که کودکای یتیم بگه که میخوایم یک دفعه تو رو در بهشت ببینم بزرگوار واسه در بهشت آرزوی